ماینکرافت اومدیم به رازهایی که همه ماینکرافت پلیرها میدونن و نشونتون بدم. خب بریم تو اینونتوری مونه. آقا اینونتوری این چیه؟ یادم رفت. خیلی وقت بازی نکردم. آقا سکو اسفیز ببینم. ایناش. خب ما چیزا میخوایم؟ تخم و تخم. میدونستی که اگه مختص خب اگه شما یه اسلوگولم و کلش دقیقا همینقدر کیوته. آقا گن نزن بیا اینجا. آقا با کلت بیا اینجا ببینم. آقا جان بذار من یه پرواز کنم برم اینو کجا. آقا چرا من لگم قیافم کسافت من این برم کساب. خدا بس دیگه ما خسته شدیم دیگه. همه روز آقا بذار صورتتو ببینم. سلام خوب هستی؟ قیافش همینقدر کیوته. بله خب بریم سراغ بعدی. خب بعدی ما میایم روی اینو که همه دیگه میدونن. دیشتن میدونستی که اگه ردستون بلاکو بذارید و این کله دراگونو بزنید روش دهنش باز وصل میشه. جدی میفرمایی؟ خب آقا توی ویدیو بعدی این ویدیو نمیشه. توی ویدیو بعدی اصلا میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم اصلا برگاتون میاد. خب حالا ما میایم دوباره یه ردستون بلاکو میذاریم دندقه میایم بعد کله پیگا رو میذاریم روش. گوشش تکون میخوره. این بود از 3 تا فکت که همه ماینکرافت پلیرها میدونن و تا ویدیو دیگه فعلا بای بای.